قصه ما رو الان توی ایران خیلی هم میدونن. چون بابا بهار متاسفانه بین زایمان دچار مشکلاتی شد، به اصطلاح علمی CP شد. حدودا بعد از 6 ماه دیگه دکترها آب پاکی ریختن رو دستمون، گفتن که خب بهار خیلی خوب نمیشه، نهایتا 6 تا 8 سال زنده بمونه. این موضوع باعث شد که مادرش یه جورایی کم بیاره. مادرش ما رو ترک کرد. از اون روز من و بهار با هم. بیشتر میگفتش که بچه دیگه‌ای بیاریم و بهار رو بگذاریم بهزیستی. من نتونستم این موضوع رو بپذیرم. اگر خدا قهرش بگیره از این که من هدیه‌اش رو پس زدم چی؟ بهار هدیه خداست واسه من. جان بابا. بیشتر بهار بر من لالا میخونه. آره خیلی لالایی بلد نبودم. همین صرفا فقط لا 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 لا. این رو یاد گرفته. الان گاه من کارم زیاد بودنی میخواد بخوابه، خودش تکرار میکنه. تا کجا میخواین پای بهار بایستین؟ از نظر من پدر بودن یک مسئولیت مقدسه. یک حمایت تا بی‌نهایت. خسته نشدی؟ چرا؟ منم خسته میشم، منم انسانم. مثلا من برای اینکه بهار بتونه توی واکر پا بذاره جلو 9 ماه تمرین کردیم که بهار بدونه با اون واکر باید چیکار بکنه. هر روز ساعت‌ها من زانوی بهار میگرفتم، میکشیدم جلو، میذاشتم عقب که متوجه بشه فقط باید تو این واکر این پا رو جلو بذاره. وقتی که ناامید میشم استراحت میکنم، جا نمیزنم.